یو گایز چطوری؟ من که فرزاد اسمت هستم. خوش اومدید با یه ویدیو جدید دیگه با من. امروز اومدیم که با گیم پلی بازی انگل فود که یکی از پربازدیدترین و پردانلودترین گیم ها هست که فان و خیلی باحاله. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. قبل شروع ویدیو یاد نره که ویدیو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و اگه از اینجور ویدیوها دوست دارید حتما تو قسمت کامنت واسم بگید. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. Let's do this. خب استارت رو میزنیم. درسته بچه، من مرحله اول رو رفتم که بازی دستم بیاد، بعد میریم که از مرحله 2 شروع کنیم. پس let's go. یه لحظه قبل شروع او تایم داده با اینم. او بمیر پدر سوخته. یا کجا قایم شدی؟ بیا بیرون، بیا بیرون، بیا بیرون. کجا هستم؟ اوه کلت داره این پدر سوخته. باید آروم بریم، اینا هم اسلحه دارن. وای 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 وای، تیرم تموم شد. وای تیرم تموم شد. از اول باید زیاد از اسلحه استفاده نکنیم. پس تیراشو سمت تیراشو زدم. خب بیا به در سوختم. بمیر اشکال. بمیر. نذاشتم، نمیشه اسلحه‌شو برداشت. تیراشو زیاد کرد. خب بمیر پدر سوخته. یه تیر خوردم. کم مونده. بمیریم آشغالا. خب کجا باید بریم؟ مواظب باشی، من اومدم. مرحله اول ایزی طوری رد کردیم. پرقدرت بریم سراغ مرحله سوم. بچه‌ها به نظرم بازی خیلی باحالیه دیگه. نمیدونم شما هم گره که دوست داشته باشید، ولی خیلی یا دانلود کردم بازی کردم. گو. بمیر اشکال. خیلی تیر حروم کردم. شادو بنازم. کاور بگی بک بزن. کم مونده بود بمیرم. آها داره کم کم بازی دستم میاد. ببین وای تیرم تموم شد. جای بعدش اینجاست که تیرا زود تموم میشه. حالا شد. برو. آهنگاش فوق‌العاده. او مای گاد، چقدر بزرگ بود این پدر سوخته. کجا باید رفت؟ آهنگ پس زمینش برید کنار، من اومدم. برو گم شو پدر سوخته. اسلحه‌ات کجا رفت؟ واسه ببینم. نمیشه برداشت. خیلی نگاه کن پدر سوخته. خوبه بریم واسه مرحله سوم دیگه. تون داریم با خاک یکسان میکنیم این بازیو. مرحله 4. من فکر کردم مرحله 3. خب برید کنار. من نگاه بابا اینجا چرا
پدر سوخته اونجا چرا قایم شدی؟ الان بهت میگم وایسا بمونم اونجا. بیا برو گم شو. مای چرا نخوردش؟ وای اشتباه کردم. بابا چقدر هستی شما؟ خیلی زیاد بودم. من اینجا رو رد میکنم میرم اینجا. بابا وای نباید به اون بوتیه پر از بنزین بخوره. کم کم داره این بازی میره رو مخم. کم کم این بازی داره میره رو مخم. اصلا بده من. حالا این یکی هم واسه من شاخ شد. نگاه تو رو خدا. بده به من تیر. یه دونه زد. واقعا نمیدونم چرا یه دونه زد. یه بارو گم شو. خب حالا من وای آها حالا شد. وای بابا تو رو گرام بذار بازی کنیم. نه وای باز کردم بر اومد. یه بارو کم شد. تیرتو بده. خوردیم. کم کم داره عصبی میکنه. کم کم داره عصبی میکنه. بیا برو گم شو. بهترک دیگه. من اصلا نمیخوام. تیرم تموم شد. وای داشتم میمردم. رفته داره سخت‌تر میشه. بیا رد شو. به ترک. او مای گاد. پدر سوختهایی که اسلحه دارن خیلی بد میزنن. کدوم بر باید رفت؟ کم کم داره جالب میشه این بازی. بالاخره تونستم این مرحله رم رد کنم. فرزاد اسکات باخت نمیده. قربون چشاتون. خب بریم واسه مرحله 5. مرحله 4 خیلی سخت بود. وقت گیر بود پلی. خب سپراو نباید باهاشون درگیر بشم فکر کنم. من که با شما کاری ندارم. خب میشه حرف زد. میخوام کمک کنم به این ولی چاقو داره بری گمشی پدر سوختا.
بیا برو گم شو. همشونو میخوام بتره کنم. بیا برو گم شو. خب چیکار میکنید داشتم. او از اینجا شروع میشه. وای یاد کنم. او اسلحه رو داشته یوزیتور باشه. حالا بیاین بهتون بگم دیگه که اینجا چند مرد علاجه. بمیر پدر سوخته بمیر آشکال. بازم از این اسلحه وای چقدر زیادن اینا. اسلحه داره اینا. شده وای نمیتونید بکشین منو. نمیتونی بزنی. بابا برگرد اشتباه کردم. چیکار کنم حالا با اینا؟ چرا گرفتی؟ هیچی ندارم. میرم واسه لگت. اسکاتار میا اینجاست. تموم کردیم بالاخره این. بچه‌ها تا مرحله 6 پیش رفتیم و میخوام پارت دوم این بازی هم واسهتون بذارم چون دیگه تایم ویدیو رفته بالای 12 دقیقه. پس منتظر پارت دومم باشین. اگه میخواین پارت دومو زودتر بذارم تو قسمت کامنت واسم بگین. مرسی که تا الان ویدیو رو تماشا کردین. تا یه ویدیو بعدی پیس اوت.